восточным солнцем добрая душа. Ты судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان، امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلید در خاندان زیبای رستم‌ممک مهمان هستیم. امروز تبریکات از نام یکی از آن مخلصه های بهترین که هر یگان نوارهای ما را میبینند و البته از آن بهره‌مند میشوند که در مسافرت هستند. از نام مهاجرایت تبریک میگویم. از نام فرزندان، از نام خدیجه بانو، تایر جان، ریحانه بانو و کلیم پاشا سبینه بانو، نبیره‌های بیشمار تبریک کرده. لحظه های خرسندی را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز کردیم. السلام علیکم مهمانان خاندان زیبای رستم‌ممک، همه شمایان را با امروز روز خرسندی جشن زادروز خوش آمدیدتان میگوییم. رستم‌ممک زادروز مبارک. روز تولد را امروز روز شکرانه را برایتان مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. از نام کی آمدیم تبریک کنیم؟ سورپریز شد یا گفتن بیم؟ چی فکر میکنی نام کی آمده؟ از نام آن مخلصه بهترینمان که هر یک ویدیو رولی که ما رو میبینن ان همون مسافر به استاده هر روز و هر از یک روزهای خرسندی آهلیک و سمرقند بهره‌مند میشوند. و امروز از نام مهاجرایت شما تبریک میگویم. از نام خدیجه بانو، از نام تایر جان، از نام ریحانه بانو، سبینه کلین، نبیره‌های بیشمار شما را صدقاً تبریک میگویم. میخواستم پیش از همه همان گفتنی‌های خواهرم که در مسافرت هستند، گفتنی‌های مهاجرایتی را برایتان رسانم. من چندین سالها باز یک جای زندگی میکنیم، قریب 30 سالگی، و در انحی مابین 30 سال پستی و بلندی های زندگی را دیدیم. همراه همون وقتی پستی های زندگی با دست به دست کرده یک جای کتف به کتف مانده در مسافرت ها کار کردیم و همیشه ما به همدیگر باوری داریم، همدیگر را دوست می‌داریم، حرمت میکنیم. من میخواستم در سری فرزندانمان صحت سلامت باشند و دم پیری و دولت پیری را دیده گشتن نصیب کنند. فقط حضور و حلاوت فرزندان را ببینند. و گفتن از نام من یک شعر را برایشان خوانید. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیاد تو را من دوست می‌دارم. قسم بر خاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم. اگر ارزی نیاز من همه سوز و گدازی من، به گوشی تو نمیفارد تو را من دوست می‌دارم. بگذار همیشه صحت سلامت در سر فرزندان باشد، زادروزتان مبارک باشد. و در مابین همین سخن‌ها گفتن یک چیز رو پرس که اگر چرخی فلک باز برگردد و بیاید و باز همین من انتخاب میکرداشن تو پرس انتخاب میکنن. البته باز اگر همین چرخی فلک برگشتد و بیاید و شما در امریکا و یا نقلام در آهلی دنیا با بیان با کافته می بیایید برای همین فرزندان عزیزتان. زادروزتان مبارک. از نام فرزندان، از نام خدیجه بانو، از نام تایر جان، از نام ریحانه بانو، سبینه کلین برایتان میگوییم چشمه‌های از محبت نورشرار دارد پدر، سینه‌ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر.
با نگاهش پی برد از حالت فرزند خیش با همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. امروز زاد روزتان مبارک باشد. خدا کند که از مسافرت ساق سلامت برگردن و در سری فرزندان هر دویتان دمی پیری و دولت پیری را دیده گشتن نصیب کند و حاجی بابا و حاجیانه شوید. با چنین نیت ها در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن کریم را پیشکش میکنیم. زاد روز مبارک باشد. مرحمت. رستم آمد؟ منم نزدیکی به باز خانداناتم با یک روزی نقش شده است. باعث این جره ها جمع شدنشان از آن است که باز یک توفه نیک را فرزندان با راهبری طاهر جان تیار کردند. و 2 روز شده است که امروز باز یک اتومبیل را برای شما توفه کردند. خدا کند که از سگ شمال گذرده و نیکتان به استفاده بردن نصیب کند. امروز روزی خرسندی مبارک. بار دیگر از فرزندان میگویند که پدر ما از این هم بهترینش بالایق هستند و با چنین نیت ها شیرینی را داریم برای شما. البته میخواستیم شیرینی را بریم و از آن تناول کنیم. مرحبا. С днем рождения, бьются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. В понедельник или среду, не без разницы, приеду, потому что день особый. На табло календаря, хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. زاد روز مبارک. بار دیگر و میخواستیم از مهمانان سخنهای تبریکاتی را شنویم. کدامشان سر میکنند؟ ریحانه بانو. مرحمت. تبریک بکنم دادا جان. روی صحبت روی السلام علیکم مهمانان، خوش آمدید به درگاه ماهان. من امروز زادروزی دادم بوده. تبریک میکنم دادا جان. سریمان به صحب و سلامت گرده. دعاگوی ماهان شده، سایبانی ماهان شده. صحب سلامت بیم که کنشه پیر شده. باز یک بار تبریک میکنم دادا جان. السلام علیکم مهمانان، خوش آمدید. امیکاتون بلندر تبریک میکنیم. سرکان به صحب سلامت کرده. همیشه دعاگو مشته کرده. بودگیتون با شکر. شما هسته که من با آن هستیم همینجا بر الهیم هم خیلی با 50 سال دیگر بیملام که تو خوشه پیر شده عمر بینه. تبریک میکنم. امروز همه خیلی روز است که من سر کلانیم خطوخواد من دلرزی مبارک باد میکنم. کم در شود، زیاد شود، تینجی شود. الهی کم ویاشون دست گذارد. الهی کم تینج پای شود.
رحمت بریم کلاس کام کی بود سینفا حالی شرکت مرحبا نظامی هم سینفان Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Mana endi Rustamjon Jo'ydamon. Ilar sabda duray 50 so'lagi yubiley muborak shavad. Rustamjon tagi nevaray chevaramon. Hamma ro'zi bilen güey. Jamur tog'am sari suba so'g' bo'shan iloyim. Ayım sol ayıkıl nakşinim kuplanma. رحمت سلامت باشه خب یک تا همینجا رسم گیری کنیم بعد یک جای اگر خواهیش باشد رقص نباشد همراه اینها رقص کنیم برحمت اپراتور ما در خدمت شما هستن یک جای رسم گیری میکنیم بعد بریم برامده رقص و خورسندی رو دوام میکنیم خوش آمدیتان زاد روز مبارک
دوستان بیننده ها، امروز رستم مک رو در روز خورسندی زاد و روزشان تبریک کردیم. همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام و خود را احتیاط کنید.